سلام مادر. انا باز آمدم نزدت. امروز دادرچه‌ام را نآوردم. خوب بود بیدارش نکردم. بسیار گریه کرد. روزی دراز شما را میکافت. من گفتم مادر بازار رفتم، می آیم. الده کردم. خوبش برد. مادر به خدا یادت کردم. دیروز زن همسایه آمد به مانند کارته شما داشت. بعد رفتنش همه گریان شدیم. چقدر سخنهایم نگفتم مادر. به خدا یادت کردم. بعد رفتنت کسی به خانه نمی آید. کسی سراغت نمی کنه. هیچ از خاطرم نمی براد. جهل می کردم، غضب می کردم، باز برویم تبسم می کردی. آخران بار در رو برویت گفته بودم، حالا هم تو مرا بخشیده ای، لیکن من خودم را نمی بخشم. من خودم را نبخشیدم. مادر هر بگو دادرم کرته شما را بوی کشیده خواب میکنه. حالا هم به امید است که شما میآیید. کاش من میمردم، لیکن هیچ دل نازک شما را نمیرنجاندم. همش به یادم میآید. درون میسوزم، لیکن اکنون دیر شد. دوستان، راستی من مادر دارم، اما سبب این است که شما دیر نکنید. شما کوشش کنید حالا که مادر در نزدتان است قدرش کنید. وقتی میپرسیدیم نفرانی بودند که مادر نداشتند، اگر مادرت رو یک لحظه نزدت پیدا کنیم چیکار میکنی؟ میگفت تمام هستی با گریم را میدادم تا یک لحظه مادر نزدم باشد و مرا آغوش گیرد. یک لحظه. نفر پهلو بود، مادر داشت، در حیرت بود. میگفت تو حالا این نعمت را داری، اما بسیاری ما پروا نداریم. قدر نعمت، وعده نعمت، احتیاطشان کنید. ای خدا، ای خدا، ما